پیشنهاد دیگری من به مقامات هست، به خود پرزیدنت هست که هر چیز زودتر فرمان خود را صادر کنند، همچون پرزیدنت و همچون سرفرمانده کل نیروهای مسلح جمهوری تاجیکستان، که از همین روز به بعد تا دعوت بعدی که در بهار آغاز می شود قطعاً تمام نمودهای قانونشکنی در رفت دعوت سربازان منع کرده شود و همچون جنایت دانسته شود. یعنی فرمان صادر شود که در بهار وقتی که بار دیگر سربازان رو دعوت می شود، نه از طریق ابلاغ که یک عملی واقعا جنایتکارانه هست، بلکه طبق روش معمولی و قانونی این کار صورت بگیرد. اگر شما بتوانید تا بهار این اصلاحات رو در قانون وارد کنید و اون پیشنهادی که ما کرده ایستادیم در قانونگذاری کشور وارد شود، من مطمئنم که از بهار شروع کرده سربازان تاجیکستان، جوانان تاجیکستان خودشون داوطلبانه به خدمت ارتش می روند. با کی معقول نیست، با کدام عائله کم بیزاد معقول نیست که فرزندش وقتی که می رود به ارتش، با جای آنکه در کوچه بیکار بگردد، با جای آنکه رسیه مردکاری برود، در وطن خود خدمت کند، برای وطن خود خدمت کند و ماهانه 150-200 دلار هم معاش بگیرد که برای خانواده کم بیزاد پولی کمی نیست در شرایط تاجیکستان. با کی معقول نیستیم فرزندش در ارتش لط و کوب نشود، لباس گرم داشته باشد، خوراک گرم داشته باشد، شرایط خوب زندگی و خدمت داشته باشد؟ من مطمئنم که خود پدر و مادران فرزندان را از کوچه جمع میکنند، از هجرت نگه میدارند و سپارش میدهند که رود در ارتش خدمت کند. اگر شما میخواهید واقعا وضعیت رو تغییر دهید، پس نگوید که این حرف رو کبیری زد، نگوید که این حرف رو پیمان ملی تاجیکستان پیشنهاد کرده ایستاده است یا حزب نهضت. پس بگوید که این ضرورت جامعه هست و باید که این اصلاحات در ارتش در قانونگذاری وارد شد. بنابراین من پیشنهاد میکنم که اگر واقعا هم میخواهند که به ملت خدمت کنند و وضع جوانان تاجیک را، جامعه تاجیک را تغییر بدهند، پرزیدنت تاجیکستان وظیفه‌دار است که این فرمان خود را همچون سرفرمانده تا دعوت بهاری صادر کند و تا دعوت بهاری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان یا دیگر احزاب یا خود حکومت لایحه نوی قانون پیشنهاد کند یا تغییرات لایحه یا قانون جدید را و این وضعیت اصلاح شود.